سلام از yoldaşlar, çox xoşam. Bu videoya mənim qısmamı böyünəmə gəlmişik. Parti dovam avazı GTA duble Farsi. Qəbçi part burada qalmışdıq və gedək. Əgər ki, qəbçi parta baxın, müstəqəldə gəlir. Gelin ora baxın, sonra yəni qaması baxın. Gedək. Bəli, amma biz qəbçi part burada qaldıq. Bəli, bəvin, mən qoftam. Xop, indi biz gedək Simeon dükanına. Xop da əvvəl mən maşın gətirəcəm. Oho. Xop, elə mənlə gedək. Mənlə gedək Simeon dükanına. لا أقول لك بواحدة ما عاش. خب الان biz buradan Behter'in maşını bu. İndi Franklin bundan piyada olacaq, baxın. Gördünüz, indi bir şeydə minəcək və minməz. Da o nə mənə düzəldilər. Hop, gəl maşını. Simeon gəmi o da sat. Simeon gəmini də sat, gəmini də daldan gəlməyəcək mənim yadımdan. Bu mərhələ həmən mərhələsi biz gedək Michael'in evindən maşını qızaq. Gələk indi buradan qabaqdan. از من خوشت نمیاد چون فکر میکنی من عربم. نه من اصلا همچین حرفی نزدم. عذر میخوام. ببخشید. اون پسر من استادشم. خیلی بهت افتخار میکنم. منظورت از استاد چیه؟ نگران نباش. باشه، خب برام چی داری؟ جیمز دسانتا پرداختش خیلی. خب آقای کنه. Şimdi gelirik James Desanta həmən Desanta'dan Michael Desanta. Hər hangi hövsələmiz yoxdur, səri istəyirik oraya yetişək. Bunu beləsinə burada markələrik bənəfşə. Yaxşı. سلام ننه جون. Menüyü açarıq, gələrik. Bura, ondan sonra ala. Geçtik. Səri gəldik. Və aramış ilə burada. Akıllı usta. Ya, vurduk bir oldu, bir tane aram vurduk bir oldu. Ben de buradan cezak çağırdım. Michael hələ kilip maşının içində yatmamışmış. Hop, seyirə verdim. Bildik ki o iş olmaz. Bəli, və amma aramışla gedərik oradan üstdən yapılıyım üstə. از اتاقم برو بیرون دیگه ضعیفه. دهنتو ببند بی تربیت. بابا ببین چی بهم میگه. جیمی بهم گفت ضعیفه. Dava devre. خب کاور به آه خدای من، داداشم واقعا آدم بی‌شخصیتیه. فکر کنم بیماری ذهنی داره. بیماری ذهنیش از اون مریضیاییه که هنوز براش دارویی نیست. ممنون مربی. شما واقعا کارتون خوبه خانم دسانتا. آها، حالا همینطوری خوبه، آفرین. باشه اینطوری؟ آره آفرین. ضربه باید همینطوری باشه، صاف و محکم. آفرین. Bəli, indi Michael orada yatdı, orada burada. Qırmızı rəhbər. Hop gedək.
Getdi. خیلی خریدم. Eyvah, əlimdə diqqət oldu. خب بجورم. یه 9 میلیمتری نیمه خودکار روی شقیقته. بر نگرد. ببرم همون جایی که میرفتی. بی خیال مرد، خریدار قرارداد زیر پاش گذاشته و منم دارم برش میگردونم. غیر ممکنه. پسرم تازه ماشینو گرفته. با حرفایی هم که میزنی مطمئنم رئیست کلاهبرداره. کلاهبردار؟ بی خیال، من فقط یک کارمند معمولی ام. از بچه‌هایی که فقط دستوراتو اجرا میکنن خوشم میاد. شاید بعداً با هم یه نوشیدنی خوردیم و قوانین زندگی رو بهت یاد دادم. کی فرستادت؟ یه دلال ماشین به اسم سیمیان یتریان. گوش کن مرد، این یه آقا داستانیه با بین سیمیان اون پسر یتریان. لعنتیت. نگران نباش، من و آقای یتریان خودمون حلش میکنیم. خودشون حل میکنن. خاصیه بی خاصیت. جدا بی خاصیت. بی لعو چه دم میره. ای مرد، درست همینجاست. خیلی خوب، ماشینو نگه دار. بزن کنار. الله. اینجاست؟ آره همینجاست. با ماشین میری توی شیشه مغازه. سریع. هنوزم یه اسلحه رو سرته. لعنتی فرانکلین، داری چه غلطی میکنی؟ آقای سیمیان، اونطور که به نظر میرسه نیست. کارتو خوب انجام دادی پسر. حالا برو. ای مرد کثافت. Allah. Allah dinsiz, Allah dinsiz. Səni vuracağım, atılarsan. مردی که یک کچل. این ماشینو میشناسی؟ ها؟ به نظرت مای 5000 تا میارزه؟ نجات پرست لعنتی. بذار بده چیزی بگم. برای اینکه مای 5000 تا بیارزه باید صافکاری خوب ببریش. قیمتو قبول کرد، امضاشو دارم. آره؟ Hop. Və amma buradan yavaşcana miyəkiliyim. Bir dənə maşın yazımızdır. Həsən biz maşını neyindir? Gələcək bura. Aha. gələcək توی اینجا اینو میزنیم و اینجا توی خونه اسپان میشیم. بله. خب این دیگه مأموریتimiz nə mənədir؟ یه جواب قانع کننده بده. Evdə dava. خب چرا نه؟ پسر شب و اینجا نمیمونه، اون یه ولگرده. من دوستش دارم. اصلا نمیفهمم چرا باهاش میگردی، اون یه ولگرده. تنها جایی برای موندن نداره. برام مهم نیست. چرا مهم نیست؟ برام مهم نیست، شنیدی؟ مهم نیست. شب همینجا میمونه. دهنتو ببند. چطور دوستای خودتو میاری اینجا؟ کار من به تو ربطی نداره. چرا نداره؟ با مراقب حرفات باش. اگه نباشم چی؟ به خدا قسم تو منو میکشی. خودت هم میدونی که دست من نیست. به تو از تو می نویسم، به تو ای Deyirəm copy rightımız olur. ای همیشه Deyərəm Azadan. Ay, editör qismətin səsin Azad.
خب اما چی میخوای؟ به خاطر اون نوشیدنی که گفتی اومدم هم. بعد هی جیمی، من و این پسره داریم یه چیزی من و قایقمون تو بزرگراهیم. قایقو دزدیدن. چی؟ قایقو دزدیدن؟ میخواستم بفروشمش، میدونستم دوست نداشتی بفروشیش، ولی به پول نیاز داشتم، اما اونا نخریدنش، به جاش دزدیدنش. من الان رو عرشه قایم شدم. ای خدا ازت نگذره. خیلی خوب دارم میام، ولی به خاطر قایقم. خیلی خوب پسر، مثل اینکه نقشه عوض شد. پسر نازنینم تو دردسر افتاده. خیلی خوب مرد، باشه بزن بریم. درس شماره 1، هیچ وقت بچه دار نشو. هی ببین مرد، اگه یه روز بچه دار بشم مشکلی تو تربیتشون ندارم، چون قایقی ندارم که بخواد گم بشه. اگه خیلی شانس داشته باشن تهش طوفان همون قایق هست. یعنی واقعا اینقدر اوضاع خرابه؟ نه میدونی دارم کلی میگم. همین. میدونی به این چی میگن؟ بهش میگن فروتنی اقرارآمیز. آره مرد، ولی قایق کجاست؟ با پسرم دزدیدنش. احتمالاً الان توی بزرگراهن. تو نگران نیستی؟ برای قایقم؟ برای بله قایق. نگرانم. ولی قایقو بازم میتونی بخری. بهتر اینو به حساب دارم بگی میگم چطور قسطی بخری ها؟ که بازم بیای بدزدی شاره؟ نه خیلی ممنون. باش شد داداش. من داداشت نیستم، کسی هم که قراره تحت تاثیر قرارش بدی. جان من، مگه نگفتی بازنشست شدی؟ چرا باید یه پیرمرد دمپایی پوشو تحت تاثیر قرار بدی؟ چون هنوزم میتونم بهت یه چیزایی یاد بدم. شاید یادت دادم که چجوری پولدار شی و به تربیت بچه هات برسی. اون قایق منه. قایقت داره میره مرد. آره ولی میگیریمش. خب خب این حالا باید چی کار کار کنیم؟ میبرمت کنارش و تو هم میپری روش. من یه اسلحه دارم، اگه کاری کردن همینجا الله میزنمش. یا الله یا یه من اینه که نتونم بپرم زیر ماشینا لهشم. مگه نگفتی میخوای از کار بلدش یاد بگیری؟ یا کجا خوشگذرانی تموم من برای من نزدیک قایق. خب جت جدا فرانکین جت فرانکین جت داولم اوه لعنتی. بجم پسر بجم. لعنتی موتور نه لعنتی، موتور لعنتی. بزنش پسر، آفرین. من üstünden ندخل ای این عوضی ها رو سمت من ننداز. دستتون بهش بخوره میکشمتون. ای عوضی ها. قایقو اشتباه سوار شدی دایی. اینم حواس مردن کردی؟ Vurdum. خیلی خوب، حالا برو جیمی رو پیدا کن. Vay çeşim. Gidişim. مراقب بادبان باش بچه. اوه لعنتی، یه لحظه وایسا. این منو میکشه. آخه تو چه مرگته بچه؟ بابا اون مرض. فقط امیدوار باش قایقم سالم باشه. زود باش. ای پسر لعنتی. پسر. ای گندش بزنن. Ne بیا پشت قایق بچم. تمومش کن. یادم باشه دیگه نیام پیشت نصیحت بشنوم. همه حالشون خوبه؟ خیلی خوب، بریم قایقو برگردونیم. این به نظر خوب نمیاد. ای لعنتی موتور خراب شده، اینطوری نمیتونیم کسی رو دنبال کنیم. برو قایق لعنتیم. بابا اون فقط یه قایق بود، پسرت چه مهمه. هی نه ده من از یه خب تعمیرگاه تازه خوب دونم سراغ آقا. دارم. بیا بریم اونجا ماشین رو 2 سوته برات درست میکنه. Hop dur dur. قایقم. اون فقط یه وسیله بود.
قایقم. خواهش میکنم بس کن، گوش کن. میدونم خراب کردم، هیچ وقت نمیخوام که خرابکاریم و انکار کنم، ولی من نزدیک بود بیافتم رو زمین و تیکه تیکه بشم. اون وقت همش داری به قایقت فکر میکنی؟ نه قضیه این نیست. تنها کاری که میکنی اینه که سرم داد بزنی. تعجبی نداره تا حالا کار پیدا نکردم. همش تقصیر توه. البته شاید نباشه، ولی حداقل یه بخشش که تقصیر تو هست. من فقط میخواستم خوشحالت کنم. با فروختن قایقم به چند تا خلافکار؟ میدونم یکم غیر منطقی به نظر میاد، ولی من تو دلم موند که یه بار به پسرت بگی دوستت دارم. ببین من دوستت دارم جیمی، ولی توی آشغالی و در حال حاضر فقط قایقم که توی افق محو شد جلوی چشممه. هی فرانک، میشه یه تاکسی برام بگیری؟ میخوام تو آرامش برگردم. اوه عالی شد. منو میسپری دست یه دوست؟ با کمال میل داداش، مشکلی نیست. بابا بس کن دیگه، کافیه. سلام، من فوراً یه تاکسی میخواستم. تعمیرگاه لوس سانتوس نزدیک فرودگاه. خیلی ممنونم. بله منتظرم. ممنون پسر. میگم زیاد سوار اون قایق میشی؟ نه دیگه نمیتونم که بشم. قبلا میگم مرد. زیاد نه، این پسر که کل روز تو اتاقشه، منم که کسی رو ندارم باهاش برم، فقط میرفتم و نگاش میکردم. نگاش کنی؟ آره، میرفتم لنگرگاه و میشستم و فقط نگاش میکردم. جاکلین منو آروم میکرد، منو میبرد تو رویا. جکلین؟ آره. پس حالا که جکلین خانم رفته، گمونم باید دنبال یه سرگرمی و رویای دیگه بگرد. همینجاست، صاحبشو میشناسم، اسمش هاو بود. میگم یه نگاهی بهش بندازه. خب پس حل دیگه. آره این با من. خیلی خوب. من میام جلو. خب بیا پایین بعد سوار شو. نه از همینجا میرم جلو. خب ببین مرد، ماشینت که درست شد با پسرت میارمش خونت، نگران نباش. نه زیاد بهش فکر نکن، نمیخواد خودتو اذیت کنی. خب باشه، هی ازت ممنونم. بعدم با هم صحبت میکنیم. میبینی؟ باشه حتما. هی شرمنده نشد پسش بگیریم ها. آره بجام داداش، بیا ماشینو مثل اولش کنیم. خب بجام داداش، بیا ماشینو مثل اولش کنیم. و اما باخنا اتیمتی راتره مثل روز اولش. مثل روز اولش شدش. elə bir əvvəlkindən də yaxşılaşdı. خب gedək. خیلی خوب پسر جون، میخوام ببرمت خونه. فرانکلین بودی درسته؟ آره فرانکلین، یا همون کلاهبرداره دزده، هرچی عشقته صدا کن، مشکلی نیست. آره نه یعنی حتما. جیمی بودی نه؟ یا جیمز؟ جیمی، ولی بچه ها به میگن جیزل. نه مرد، همون جیمی راحتم، خوبه. میگم داستانتون چیه؟ ها؟ تو بابامو میگم. اول تو نمایشگاه دیدمت، بعدش هم ماشینمون دزدیده شد. آقا اول من گردم برا خب برانش تزیه چهار. بعدش هم که بابام اومد نمایشگاه باهاتون حرف زد. بابات فقط حرف نزد. پس چی کار کرد؟ ببین اگه بابات بهت نگفته پس منم نمیگم، ولی از بابا کارم فقط اخراج شدم و الانم دنبال کار میگردم، فهمیدی؟ بابام بازنشست شده رفیق. اون الان تنها کارش اینه که همش بشینه تو خونه و نوشیدنی بخوره و تلویزیون نگاه کنه. خب از اونجایی که هر دومون بیکاری میتونیم خب و اما burada bu partimiz bir poyan میرسد و مرسی که ویدیوی ناخونتون باختید. لایک کنید، سابسکرایب yazmanız olmasın. تا ویدیوهای دیگر خدا حافظ. ایدکی علیسان من تلمی ساب eləməmişsiniz. Geyinə baxın, söhsəz sab edin. Xuda hafiz.